بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. من محمد کامل عمران هستم، فارغ التحصیل دانشکده کامپیوتر ساینس، رشته مهندسی نرم افزار. در بسته آموزشی پیشی رو تصمیم داریم ویندوز 10 که یکی از سیستم عامل های مشهور هست این را به تدریس بگیریم و آموخته های خود را در قالب این بسته آموزشی و شما عزیزان تقدیم کنیم. قبل از اینکه به بحث اصلی ما وارد شویم، میریم یک مرور کوتاهی بر ساختار فیزیکی و منطقی کامپیوتر می داشته باشیم و بعداً دوباره بالای ویندوز برمیگردیم. اگر در آغاز یک مرور کوتاهی به ساختار فیزیکی کامپیوتر داشته باشیم و یا به کامپیوترمون نگاهی بیاندازیم و این بخشا روبرو میشویم. وسایل ورودی کامپیوتر که شامل ماوس، کیبورد، صفحه لمسی و اینها می باشند. بلندگو و مانیتور هست که شامل دستگاه های خروجی کامپیوتر می باشد و بعضی دستگاه هایی هست که هم ورودی هست و هم خروجی، مثلا صفحه لمسی، کارت مودیم، کارت صدا، کارت تصویر و اینا دستگاه هستند که شامل دستگاه ورودی و خروجی کامپیوتر است. و اینجا یک جعبه یا یک صندوق دیده می شود که این به نام کیس یاد می شود و داخل از پروسسور، هارد دیسک، رم و دیگر پرزجات کامپیوتر داخل از قرار دارند. این ساختار یک دسکتاپ هست. اگر ما لپتاپ داریم ساختار فیزیکیشان فرق میکنه، اما این وسایل را در خود جای داده. با وجودی که حجم لپتاپ ما خیلی کم هست، اما این دستگاه ها را در خودش جای داده. مثلا امی تچ پدی که از ماوس پدی که ما از به خاطر حرکت دادن ماوس ما استفاده میکنیم، این را میتونیم که ماوس بنامیم، یا که یکی از دستگاه های یکی از وسایل ورودی کامپیوتر هست. مثلا اسپیکر هایی که در اینجا داده شده، مثلا امی مانیتوری که در جا گذاشته شده، اینا همه در یک لپتاپ وجود داره. این بود یک ساختار فیزیکی. اما ببینیم ساختار منطقی کامپیوتر به اساس کدام منطق کار میکنه و از کدام بخش ها تشکیل شدن. یکی بخش پردازش مرکزی داریم که بیشتر به نام سی پی یو یاد می شود، Central Process Unit، و این تمام بخش ها را کنترل و یا مدیریت میکنه و تمام بخش ها به نحوی با این بخش مرتبط هست. بخش ورودی که قبلا یادآور شدیم، صفحه کلید هست، ماوس هست، اسکنر هست، دوربین دیجیتال هست، قلم نوری هست و این موارد. واحد های ورودی خروجی، یعنی واحد هایی که هم به بخش ورودی ربط داره و هم به بخش خروجی. مثلا مودیمی که ما داریم هم دیتا را میگیره و هم دیتا را ارسال میکنه، یعنی هم وارد میکنه و هم خارج میکنه. کارت صدا هم صدا را ضبط میکنه و هم صدا را بیرون میده. کارت ویدیو و کارت تصویر هم همچنان. بخش خروجی که صفحه نمایش هست، چاپگر هست، بلندگو هست و از این قبیل دستگاه ها و حافظه دائمی هست. حافظه دائمی با او حافظه گفته می شود که دیتا و یا داده ها بالای از او ذخیره می شود و به قسم دائم بالای از او می ماند تا زمانی که ما خودمان نخواهیم او را حذف نکنیم او بدون کدام واقعی که بالای از او نیایه او نشکنه او باقی می ماند اونجا. حافظه دائمی در مقابل حافظه موقتی می آید. حافظه موقتی با حافظه گفته می شود که تا زمانی که کامپیوتر روشن هست دیتا بالای او ذخیره می باشه یا بالای از او
در تبادل می باشه. هنگامی که کامپیوتر خاموش شد دیگر دیتاها به صورت خودکار از حافظه رم حذف می شود. رم در حقیقت یک ایستگاه موقتی هست که دیتاها میآیند بالای از بعد دیتاهایی که ما سر کار داریم در حافظه رم ذخیره میشه و وقتی که کار ما خلاص شد دیگه او از حافظه حذف میشه. یک هنگامی کامپیوتر خاموش کردیم دیگه چیزی بالای رم باقی نمیمانه. همین قسم حافظه دیگری به نام روم داریم یا رید اونلی مموری. حافظه است که معلومات یا دیتاهایی که از کمپانی کامپیوتر آمده داخل از او ذخیره می باشه و ما نمیتونیم که بالای از او چیز دیگری را ذخیره سازی کنیم. به همین قسم بخش های ورودی و ورودی خروجی دیتا را به سنترال پروسس یونیت میدهند و سی پی یو داده ها را تحلیل میکنه و به بخش های مربوطه که بخشی اگر دیتا قابلیت ذخیره بود یا که ما خواستیم ذخیره کنیم او را به حافظه میده و اگر خواستیم که او را در نمایشگر نمایش بدیم یا یکی چاپ کنیم یا یکی صدا هست پخش کنیم و بخش مربوطه ارسال می شود. سیستم عامل ویندوز یکی از سیستم عامل های مشهور و پرکاربرد جهان است که در اکثریت کشورها از این سیستم عامل استفاده می شود و این سیستم عامل محصولی از شرکت مایکروسافت هست. شرکت مایکروسافت اکثریت برنامه‌های کاربردی را عرضه میکنه و یکی از موفق ترین شرکت های نرم افزاری هست که امروز قدرت نرم افزاری جهان را در دست دارد. بر علاوه سیستم عامل ویندوز سیستم عامل های دیگری هم وجود داره که از او استفاده میشه و البته استفادهش نسبت به ویندوز کم هست. مانند سیستم عامل مک هست که در کامپیوترهای مک که تولید شرکت اپل است استفاده میشه و لینوکس هست که ما میتونیم در کامپیوتر استفاده کنیم. یونیکس هست، کروم هست و این سیستم عامل ها استفاده میشه. سیستم عامل ویندوز خانواده ویندوز که شخصا خودم از ویندوز XP و بعد استفاده کردیم، ویندوز XP، ویندوز ویستا، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز و ویندوز 10 که اکنون در ماه اکتبر سال 2019 قرار داریم و این ویندوز آخرین ورژن ویندوز هست که هر ماه آپدیت جدیدش میاد و ما میتونیم که ویندوز من را آپدیت کنیم و تغییرات جدیدی که در ویندوز به وجود آمده از او مستفید شویم. این بود یک معرفی کوتاه از درس و مدرس. در ویدیوی بعدی کار عملی با ویندوز را آغاز می‌کنیم.